10 جمله جدید کاربردی که باید بدانی. جمله 1. اگر وقت داشتی به من زنگ بزن. اگر میشه if. وقت داشتی میشه you had time. به من زنگ بزن میشه call me. حالا همه رو کنار هم بذار. If you had time, call me. If you had time, call me. If you had time, call me. یعنی اگر وقت داشتی به من زنگ بزن. جمله 2. هیچ کس دلیل این اتفاق را نمی‌داند. هیچ کس میشه no one. دلیل میشه the reason. این اتفاق میشه for this. را نمی‌داند میشه knows. حالا جمله کامل. No one knows the reason for this. No one knows the reason for this. No one knows the reason for this. یعنی هیچ کس دلیل این اتفاق را نمی‌داند. جمله 3. این اولین بار است که اینجا میایم. این اولین بار است میشه This is the first time. که میشه that. اینجا میایم میشه I have come here. حالا جمله کامل. This is the first time that I have come here. This is the first time that I have come here. This is the first time that I have come here. یعنی این اولین بار است که اینجا میایم. جمله 4. هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. هر چه زودتر میشه the sooner. شروع کنیم میشه we start. بهتر است میشه the better. حالا جمله کامل. The sooner we start, the better. The sooner we start, the better. The sooner we start, the better. یعنی هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. جمله 5. او آنقدر خسته بود که فوراً خوابش برد. او میشه he. آنقدر خسته بود که میشه was so tired that. فوراً خوابش برد میشه he fell asleep immediately. حالا جمله کامل. He was so tired that he fell asleep immediately. He was so tired that he fell asleep immediately. He was so tired that he fell asleep immediately. یعنی او آنقدر خسته بود که فوراً خوابش برد. جمله 6. من ترجیح می دهم پیاده بروم تا با ماشین. من ترجیح می دهم میشه I prefer. پیاده بروم میشه to walk. تا با ماشین میشه rather than drive. حالا جمله کامل. I prefer to walk rather than drive. I prefer to walk rather than drive. I prefer to walk rather than drive. یعنی من ترجیح می دهم پیاده بروم تا با ماشین. جمله 7. این غذا بوی خیلی خوبی می دهد.
این غذا میشه this food. بوی خیلی خوبی میدهد میشه smells really good. حالا جمله کامل. This food smells really good. This food smells really good. This food smells really good. یعنی این غذا بوی خیلی خوبی میدهد. جمله 8. لطفاً قبل از تصمیم گرفتن خوب فکر کن. لطفاً میشه please. خوب فکر کن میشه think carefully. قبل از تصمیم گرفتن میشه before making a decision. حالا جمله کامل. Please think carefully before making a decision. Please think carefully before making a decision. Please think carefully before making a decision. یعنی لطفاً قبل از تصمیم گرفتن خوب فکر کن. جمله 9. همه از شنیدن این خبر تعجب کردند. همه میشه everyone. از شنیدن این خبر میشه to hear the news. تعجب کردند میشه was surprised. حالا جمله کامل. Everyone was surprised to hear the news. Everyone was surprised to hear the news. Everyone was surprised to hear the news. یعنی همه از شنیدن این خبر تعجب کردند. جمله 10. امیدوارم فردا روز بهتری داشته باشی. امیدوارم میشه I hope. فردا میشه tomorrow. روز بهتری داشته باشی میشه you have a better day. حالا جمله کامل. I hope you have a better day tomorrow. I hope you have a better day tomorrow. I hope you have a better day tomorrow. یعنی امیدوارم فردا روز بهتری داشته باشی. عالی بود. حالا بگو از این 10 جمله چند تاش رو قبل از دیدن جواب درست گفتی؟ عددت رو توی کامنت ها بنویس. اگر این ویدیو برات مفید بود، لایکش کن، چینل انگلیسی در یک دقیقه رو سابسکرایب کن و برای دوستات هم بفرست. یادت نره، با تمرین روزانه انگلیسی صحبت کردن خیلی راحت تر میشه. تا چالش بعدی، موفق باشی.